به نام خدا. سلام. با معرفی ساختمان انرژی صفر مبنا به عنوان اولین ساختمان انرژی صفر ساخته شده در ایران در خدمت شما هستم. در این قسمت به معرفی منابع تولید انرژی در ساختمان انرژی صفر می‌پردازیم. با توجه به نیاز حرارتی ساختمان که 33 کیلووات به دست آمده بود، از 60 عدد کلکتور خورشیدی شرکت ولف آلمان جهت تامین نیاز حرارتی استفاده شد. این کلکتورهای خورشیدی روی سقف ساختمان به طوری جانمایی شدند که کمترین سایه‌اندازی روی هم داشته باشند تا راندمان آنها در حداکثر مقدار خودش باشد. آب گرمی که این کلکتورها تولید می‌کنند در 2 عدد مخزن بافر 3000 لیتری موجود در موتورخانه ذخیره میشه و اگر نیاز حرارتی ساختمان کمتر از مقدار تولیدی این کلکتورها بود، این مازاد به ساختمان‌های اطراف فروخته میشه. جهت تأمین نیاز الکتریکی این ساختمان که 30 کیلووات هست، از 120 پنل فوتوولتائیک 250 ولت شرکت اکلیپس استفاده شده است. در رابطه با تولید برق هم مانند آب گرم، اگر مصرف ساختمان ما از تولید برقی که این پنل‌ها انجام می‌دهند کمتر بود، این مازاد به شبکه سراسری فروخته میشه و در مواقعی که نیاز الکتریکی ساختمان از انرژی که این پنل‌ها تولید می‌کنن بیشتر هست، از شبکه سراسری ساختمان انرژی رو خریداری می‌کنه. ولی در مجموع از لحاظ فرآیند مصرف انرژی، این ساختمان مقدار انرژی که به شبکه سراسری میفروشه خیلی بیشتر از انرژی است که از شبکه سراسری خریداری می‌کنه. خیلی متشکرم از توجه شما.